فصل اول، فقط انجام دهید. باور کنید که می توانید انجام دهید. هدف داشته باشید. زندگی غنی داشته باشید. هرگز تسلیم نشوید. خوب آمادگی ببینید. به خودتان ایمان داشته باشید. سعی کنید و باز هم تلاش کنید. به یکدیگر کمک کنید. وقتی اولین بار دانستم که لقبم در میان کارکنان ویرجین دکتر بله است، شگفت زده شدم. علتش این است که جواب خود به خود من به هر سوال، درخواست یا مسئله بیشتر مثبت است تا منفی. من همیشه جواب مثبت برای انجام کارها را پیدا می کنم، البته به شرط آن که ایده خوب به نظر برسد. شعار من این است: نترسید، فقط انجام دهید. می دانم که خیلی ها به جواب نه تمایل دارند. می گویند بگذار دربارش فکر کنم. این نوع پاسخ یا شرطی شدنی پاولوی است. پاولوی، شنونده عزیز، یعنی ایوان پتروویچ پاولوف، فیزیولوگ روس، یکی از عالمان است که در روانشناسی تحلیلی بسیار مشهور است و این مشهور بودن خود را در روانشناسی مدیون آزمایش‌های علمی خود در مورد یکی از روش‌های آموزشی یعنی بازتاب‌های شرطی coordinated reflex است که اساس چندین نظریه آموزی شد و هنوز هم بخشی مهمی از دانش روانشناسی معاصر است که به هر سوال از کوچک گرفته تا بزرگ به اهمیت یا انقلابی جواب نمی‌دهیم. شاید اشخاص با این خصوصیت بیش از اندازه بیرون هستند یا به ایده‌های جدید بدگمانی دارند یا خیلی ساده دنبال وقت می‌گردند که فکر می‌کنند اما این روش کار من نیست. اگر مورد ایده‌های خوب باشد جواب آره می‌دهم. بله، این را در نظر می‌گیرم و بعد تلاش می‌کنیم راه برای پیاده کردن این ایده پیدا کنم. البته به هر درخواست جواب بله نمی‌دهم. من معتقدم از علم و دانش و توانمندی‌های دیگران باید استفاده کرد. به همین دلیل است که کار جمعی را دوست می‌دارم و ترجیح می‌دهم در قالب یک تیم کار کنم. استفاده از انرژی دیگران به معنای برخورداری از قوه مغزی آنهاست. چی فایده که کسی را برای انجام کار به خصوص انتخاب کنید اما به نظرات و حرفای او گوش ندهید؟ به این میماند که متخصصان را دوره هم جمع کنید اما به نظرهای آنها گوش ندهید. من همچنین به غریزه و فراست خود اعتماد دارم. اگر ایده یا لایحه خوب و ارزشمند باشد و به جنبه‌های انسانی بها دهد، همیشه آن را جدی میگیرم. حتی اگر قبلا این کار را کرده باشم یا قبلا به آن فکر نکرده باشم. من هرگز نمیگویم من این کار را نمیکنم زیرا از شیوه انجام آن آگاهی ندارم. از دیگر کارکنان کمک میگیرم، خوب به موضوع فکر میکنم و راه برای اجرا شدن آن پیدا میکنم. نگاه کردن، گوش کردن و آموختن چیزهایی هستند که در تمام زندگی باید انجام دهیم. اینها تنها خاص مکتب و یا دانشگاه نیستند. بعد به قاعده و رویه‌های احمقانه میرسیم که برای مخدوشین خراشیده شده و خراشانده شده کردن دلیل‌ها و منطق ایجاد شدند. من همیشه اعتقاد داشتم اگر تشکیل کمیته دهید آنها به نتیجه‌های بیفایده میرسند. اگر بخواهم کاری ارزشمندی کنم اجازه نمیدهم رویه‌ها و مقررات احمقانه سد راه مرا بگیرند. من به کارکنانم میگویم که اگر میخواهند کار انجام دهند بسیار خوب بروند و انجام دهند. این گونه همین ما سود میبریم. کار و ایده های کارکنان ارزشمند هستند. ویرجین آنها را قدر و احترام میکند. کارکنان بیشتر به دلیل کمی مزد معاششان کارشان را ترک نمیکنند. آنها از آن جهت کارشان را ترک میکنند که کسی برای نظراتشان احترام نمیگذارد. بسیاری از شرکت ها کارکنانشان را محدود میکنند. اگر شما یک تلفنچی هستید همیشه یک تلفنچی باقی میمونید، اما ما برای کارکنانمان احترام زیاد میگذاریم و آنها را تشویق میکنیم نوآور باشند. اگر به نظرتان میرسد نظری جالبی وجود دارد یا اگر در زندگی شخصی شما کاری هست که میخواهید انجام دهید اما دقیقا نمیدانید که چگونه به هدف خود برسید، من فکر نمیکنم که واژه نتوانستن بتواند شما را متوقف سازد.
اگر تجربه مناسب برای رسیدن به هدفتان را ندارید، در مسیر دیگر حرکت کنید. دنبال راه دیگر بگردید. برای سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل همیشه راه حل وجود دارد. اگر میل به پرواز دارید، بروید و در زمینه پرواز آموزش ببینید. چشمانتان را باز نگه دارید. مجبور نیستید به هنرستان بروید تا طراح مد بشوید. به یک شرکت مد بپیوندید و شروع به یادگیری نمایید. راه خود را برای موفقیت هموار کنید. مادرم یه مثال جالب برای ارائه است. وقتی جنگ شروع شد تصمیم گرفت یک خلبان شود. او با اندازه‌ای تصمیم گرفته که با این که هرگز پرواز نیاموخته بود میدانست که میتواند این کار را بکند و خواهد کرد. به جای اینکه در رویا باقی بماند به فرودگاه خستان در نزدیکی محل اقامتش رفت و تقاضای کار کرد. میخواست اولین قدمش را بردارد. وقتی پرسید چقدر شانس دارد که پرواز کند، در جوابش گفتند که خلبانی کار مردانه است. این حرف نظر او را تغییر نداد و آن را یک حرکت در نظر گرفت. با یکی از معلمان خلبانی دوست شد و معلم به او گفت لباس مردانه بپوشد و شکل و قیافه مردانه بگیرد. مادرم زنی زیبا بود و شباهت به مردان نداشت. از این رو مسلم بود که نمیتوانست به شکل مردان درآید. اما با به سر گذاشتن یک کلاه و تغییر لحن و صدایش توانست شغل مورد نظرش را به دست آورد. او از قبل مطمئن بود که این کار را خواهد کرد. بعد از مدت درس خواندن، معلمی خلبانان جدید شد. آنها جوانانی بودند که در جبهه بریتانیا با هواپیماهای جنگنده حمله‌های جنگی انجام می‌دادند. مادرم کمی بعد روی قایق‌ها و کشتی‌هایی که سربازان را به فرانسه حمل می‌کردند شروع به کار کرد. دختران مدیران همانند مادرم نقش بسیار بزرگی در جنگ ایفا کردند. همه آنها آستین‌ها را بالا زدند و کارهایی را که لازم بود انجام دادند. بعد از جنگ شرکت‌های هواپیمایی بازرگانی فرصت شغلی مناسب ایجاد کردند و مادرم تصمیم گرفت راه بلد شود و دنیا را سیاحت کند. اما در آن زمان مهمانداران هواپیما باید به زبان اسپانی صحبت می‌کردند و دوره آموزشی همشیرگی می‌دیدند. مادرم اجازه نداد این قانون و مقررات پیش کارش را بگیرد و کمی بعدتر در مقام رهبری هواپیما پرواز می‌کرد. مادرم در خانواده ما تنها کسی نبود که فعل انجام دادن را صرف کرد. کاپیتان رابرت اسکات جیانی پدر بزرگ من بود. او از شجاعت فراوان بهره داشت. او 2 بار به قطب انتارکتید سفر کرد و میخواست نخستین کسی باشد که قطب جنوب را آموزد. سفر به هر 2 قطب، شمال و جنوب، بسیار خطرناک بود و جرأت میخواست. در آن زمان تجهیزاتی مورد نیاز وجود نداشت. لباس مناسب و گرم و در عین حال کم وزن وجود نداشت. کسانی که به قطب شمال و جنوب سفر می‌کردند لباس‌های گرم و عادی مخصوص زمستان را می‌پوشیدند. بعضی از آنها حتی کلاه معمولی و دستکش پشمی داشتند. با توجه به شکست‌های پی در پی که به مرگ منتهی می‌شد، مردم به اصرار می‌گفتند که این کار شدنی نیست. اسکات گفت من این کار را می‌کنم و این کار را هم کرد. او سال 1912 به قطب جنوب رسید. اما به دلیل آنکه سفرش را به تأخیر انداخت تا هوا کمی بهتر شود، دومین کسی شد که به قطب جنوب رسید. روآل آموندنز که در میان زمستان به قطب جنوب سفر کرد توانست اولین کسی باشد که به قطب جنوب دست یافت. این حادثه ناخوشایند برای اسکات بود. خسته و بیمار او و یارانش در سفری بازگشت جانشان را از دست دادند. او اولین کسی بود که در قطب جنوب با کره هوایی و از دشنی شهر میگویند حرکت کرد. اقدام به شدت خطرناک بود، اما مردم این را به خاطر نمی آورند و فقط میگویند بیچاره اسکات، او مرد شجاع بود، اما مسابقه را واگذار کرد. برنده و پیروز شدن مایه افتخار است، اما کسی نباید از این که اول نشده خجالت بکشد. حتی اگر دوم، سوم یا چهارم شوید، میدانید که تلاشتان را کرده اید. میخوام کمی درباره اولین برنامه واقعی بازرگانی هم حرف بزنم. مجله استودنت
زیرا معتقدم روش و شیوه من درست بوده است. من معتقدم می توانم انجام دهم را خوب بلد هستم. 15 ساله و در دانشگاه شبانه روزی بودم که این کار را شروع کردم. این کار را کردم زیرا می خواستم مجله های را ویرایش کنم. من روشی را که در دانشگاه با ما درس می دادن و همچنین آنچه را در جهان می گذاشت دوست نمی داشتم. می خواستم شرایط را تغییر دهم. علت اصلی شروع به کار مجله این بود که می خواستم صحیفه داشته باشم تا در مقام مخالفت با جنگ ویتنام حرف بزنم. سال 1965 سربازان پرشمار امریکا در دوران ریاست جمهوری لندن با جانسون وارد ویتنام شدند. ما همه جا درباره بمبارانی شهرها و جاده‌های ویتنامی شمالی مطلب می‌خواندیم. بمباران خیمیایی به شدت در جریان بود و به نظر کار درستی نبود. مانند بسیاری از کارفرمایان تازه پر درآورده و نوپا ایده خود را تجارت و فعالیت بازرگانی نمی‌دانستم. من انگیزه سیاسی داشتم. یک واحد خلاق بودم. در نظر من بازرگانان مقیم شهرها بودند. سیگار می‌کشیدند و شلوار می‌پوشیدند. به ذهنم این اندیشه گذشت که بازرگانان می‌توانند شکل و قیافه و پس زمین‌های متفاوت داشته باشند. زیرا تا آن زمان مردم تاجر شکل و شمایل معمولی برای خود حفظ می‌کردند. قبلا تجربیات برای کسب درآمد داشتم. خرگوش می‌فروختم، درخت کریسمس می‌فروختم و غیره. در مورد مجله استودنت باشد تماماً بی تجربه بودم. من با آزمایش و اشتباه کار می‌کردم، اما من یک دانشجو بودم. شخصیت چارلز دیکنز در کتاب دیوید کوپرفیلد درست میگفت که درآمد 20 فوند، خزینه 19 فوند و 19 شیلینگ و 6 پنی یعنی خوشبختی، اما درآمد سالانه 20 فوند و خزینه سالانه 20 فوند و 6 پنی یعنی بدبختی. با لطف برخورد درستی پدر و مادرم با پول وقتی بزرگ می شدم می دانستم که درآمدم باید از مخارجم بیشتر باشد. فایده باید تنها دلیل دست زدن به یک فعالیت تجارتی باشد. یک تجارت غیر فایده یک دردسر بزرگ است. منبع استرسی است و جنون مالی است. وقتی به دوستانم گفتم که میخواهم یک مجله واقعی برای فروش تولید کنم و از آنها راهنمایی و همکاری خواستم، با نوع ناباوری، بدبینی و حتی استهزا و خنده روبرو شدم. گفتند من هم مانند بسیاری از بچه‌های دانشگاه حرفای بی سر و ته میزنم. 1-2 نفر شانه بالا انداختند و گفتند که من جوانتر و بی تجربه تر از آنم که بتوانم این کار را بکنم. اما من جدی بودم. به خودم اعتقاد داشتم. میخواستم ثابت کنم که آنها اشتباه میکنند. من همیشه یک رف بودم. منفی بافی های آنها اراده مرا مستحکم تر کرد. تصمیم گرفتم حتما این کار را بکنم. وقتی دانشگاه را ترک کردم میخواستم روزنامه نگار شوم. میخواستم دنیا را سیاحت کنم. میخواستم با اشخاص مختلف مصاحبه کنم و داستانهایم را بنویسم، اما تجربه کافی نداشتم. با این حال تصمیم گرفتم یک مجله منتشر کنم. در دانشگاه مجله دانشگاه را داشتیم، اما نمیتوانستیم مطلب‌های انقلابی در آن بنویسیم. به همین دلیل بود که من تصمیم به چاپ و نشر یک مجله گرفتم. یکی از همسبقانم با نام جان جیمز به من گفت اگر از دانش آموزان دیگر دانشگاه‌ها هم مقاله بگیریم و یک انجمن را اندازی کنیم، به فایده ما تمام می شود. ما به این نتیجه رسیده بودیم که چنین مجله ها می توانند موج به راه اندازد و آنچه را که طی قرنها وجود داشته تغییر دهد. دفترچه یادداشتی برداشتم و اندیشه های را یادداشت کردم که از جمله آنها نظرهای درباره سلفه بود. امروز 1966 تمرکز بریتانیای مدیران، مصاحبه، شروع گستاخانه و شجاعانه. بعد نوع مقاله هایی که قصدی انتشار آنها را داشتم یادداشت کردم. اینها عنوانهایی بودند که فکر می کردم به خوانندگان الهام می دهند. قدم بعدی پیدا کردن شیوه توزیع تعداد شمارگان و مبلغ خزینه بود. در کتابخانه فهرست اشخاص سرشناس و فهرست کسانی را که ممکن بود بخواهند در مجله تبلیغ کنند به دست آوردم. همه اسمای را در دفترچه‌ام یادداشت کردم.
پاراگراف درباره فلسفه انتشار مجله نوشتم. یک مجله جدی سیاسی با هدف علاقمند کردن دانش آموزان دانشگاه دولتی و عمومی به مسائل سیاسی. بعد توضیح دادم باید برای سرپرستان مکتب‌های عمومی نامه نوشته شود و از آنها کسب اجازه شود که مجله در دانشگاهشان قابل فروش باشد. طبق برآورد خودم هزینه تمغیل لفافه ها یعنی پکت ها 600 پنی و هزینه تهیه کاغذ و لفافه ها 300 پنی می شود. وقتی محاسباتم را تمام کردم به این نتیجه رسیدم که 1000 جلد مجله باید به قیمت 5.7 پنی قدیمه به فروش برسد و به فروشگاه ها هم حمل کننده شود. چند روز تا توانستم به روزنامه ها و مجله ها نگاه کردم. میخواستم بدانم در دنیا چی میگذرد. من به ابتداترین شکل ممکن تحقیقات بازاری میکردم. تقریبا به طور تصادفی به حقیقت پی بردم. فروش شما هر چی باشد ابتدا باید بازارتان را بشناسید. به این نتیجه رسیدم که به چیزهای بیش از اندازه کوچک فکر میکنم. دانش آموزان همه جا بودند. قدرت دانشجو عنوانی بود که توجه روزنامه ها را به خود جلب کرده بود. تغییر اسم به استودنت بلافاصله میدان عمل را وسیع کرد. حالا هزاران دانشجوی دانشگاه در شمار خوانندگان ما قرار می گرفتند. هیجان ما بالا گرفت. می توانستیم به کسانی که در مجله ما آگاهی تجارتی می دانند بگوییم این مجله چی اندازه خواهان دارد. می توانستیم مجله را از طریق عمده فروش‌ها و خرده فروش‌ها به فروش برسانیم. در روزگار قبل از اینترنت دانستن این که چی تعداد دانشجویان در کشور وجود دارد دشوار بود. من میدانم که اینترنت تا چی اندازه زندگی را آسان کرده است. حالا میلیون ها پژوهشگر در مدت کوتاه اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می آورند. باید معلوم کنم حالا احساس می کنم که با توجه به نیازهایم باید همه روز بیشتر از گذشته کسب اطلاعات کنم. معتقد بودم برنامه تجاری من علمی و معقولانه است و این مطلب بود که استادان ریاضی و علوم مرا حیرت زده میکرد. من دقیقاً رقم‌های خزینه و فروش را ارزیابی میکردم. محاسبه میکردم چقدر فروش خواهم کرد و چه مبلغی از طریق درج و آگاهی تجارتی پول خواهم گرفت. وقتی برنامه‌ام را با مادرم در میان گذاشتم طبق معمول همیشه حرفایم را جدی گرفت. او از من پرسید ریکی برای اینکه شروع کنی به چه چیزی نیاز داری؟ و من بلافاصله جواب دادم به پولی که بتواند هزینه‌های تماس تلفنی و ارسال نامه‌های مرا تأمین کند. مادرم همیشه میگفت برای اینکه به کسب درآمد برسم باید مبلغی را پسنداز و سرمایه گذاری کنم. بعد به من 4 فونت پولی خرید داد. سال 1966 این مبلغ برای تهیه 320 تمغ یا تماس تلفنی کافی بود. امروزه با 4 فونت میتواند کمتر از 14 تمغه بخرید. من تنها کسی بودم که تلفن‌های عمومی قبل از اینکه برای خودم یک امپراتور درست کنم استفاده می‌کردم. 40 سال قبل نیمی از کارفرمایان در لندن همین کار را می‌کردند. توجه داشته باشید که دهه سال 1960 دوران تغییرات پرشتاب بود. همه چیز به سرعت تغییر می‌کرد. دنیای پرتحرک و بانشاد بود و تجارت نمی‌خواست از دیگر آیین‌نامه‌ها عقب بیفتد. در میان دو تاسایم مرا جدی گرفتند. نامه ها را به شکل دستخط برای مادرم می فرستادم و او از یکی از دوستانش به نام الیزابت می خواست آنها را چاپ کند. بعد نامه ها را برای من می فرستاد تا آنها را امضا و بعد پاست کنم. من و جانی طی 2 سال صدها نامه نوشتیم. سعی داشتیم اشخاص را ترغیب کنیم و به ما آگاهی تجارتی بدهند. تماس‌های تلفنی بالاخره مؤثر واقع شدند. منتظر ماندن به مراتب خوشایندتر از درس زبان لاتینی بود و بالاخره روزی رسید که برای اولین بار از یک بانک چک به مبلغ 250 فونت دریافت کردیم. مبلغی که برای ما بسیار گزاف بود. تا زمان چاپ شماره نخستین مجله 2500 فونت پول آگاهی بازرگانی گرفته بودیم و این بار انتشار 30,000 نسخه مجله کافی بود و برای 2 پسر بچه 16 ساله دانش آموز موفقیت عظیم به شمار می رفت. آن زمان خزینه خرید یک عمارت متوسط 3660 فونت و خرید یک اتومبیل جگوار 1867 فونت بود. سعی کردیم صفت مجله را بالا ببریم.
مادر مشتاقانه کار ما را پی می گرفت. او برایمان مقاله می نوشت و از دوستانش می خواست اگر کسانی را می شناسند معرفی کنند. در این زمان سعی داشتم با اشخاص مشهور مصاحبه کنم. با قطار به لندن می رفتم تا آنجا با اشخاص مختلف مصاحبه کنم. تا آن زمان به این نتیجه رسیدم که من برای زندگی اکادمیکی ساخته نشدم. به این نتیجه رسیدم که در دنیای خودم موفق‌تر عمل می کنم. من می خواستم یک کارفرما شوم. پدر و مادرم گذاشتند تا خودم انتخاب کنم. برغم نگرانی و احتیاط پدرم درباره برنامه‌های من که می خواستم تحصیلات دانشگاه را رها کنم و دیگر به دانشگاه نروم، به مادرم پشت سر من ایستادند. هر کاری که می کردم از من حمایت می نمودند. هنوز نامه را که برای آنها نوشتم و درباره حال و روز خود با آنها درد دل کردم با خود دارم. هر کاری را که در زندگی می کنم می خواهم خوب انجام دهم. نمی خواهم در تردید و دودلگی به سر ببرم. فکر می کنم در مجله استودنت بیشترین تلاشم را می کنم. البته تا حدی که وقت اجازت می دهد. من هنوز 16 ساله هستم. بعد موقعیت خود را با دیگر دانش آموزان مقایسه کردم و این طور نتیجه گرفتم. شما وقت 16 ساله بودید با دنیای شبیه امروز روبرو نبودید. کار و حرفه شما مشخص بود، اما امروز باید تلاش کرد. مجله استودنت کار شبیه کارهای دیگر است. این مجله شروع در زندگی من است. همانطور که دانشگاه شروع در زندگی شما بود. من و پدر و مادرم همیشه ارتباط خوب با هم داشتیم و حتی امروز فکر میکنم که ارتباط خوب رمز و راز تجارت خوب و روابط حسنه است. پدر و مادرم وقتی نامه مرا خواندند پشت سر من ایستادند و پدرم متوجه شد قصد ندارم شغل او را ادامه دهم. وقتی دانشگاه را ترک کردم هنوز 16 ساله بودم. پس از ترک دانشگاه به طور تمام وقت روی مجله استودنت بند شدم. من قبلا هرگز در تجارت فعال نبودم و با این حال در زندگی به این نتیجه رسیده بودم که هیچ کس یک جزیره تنها نیست. همه ما با کسی احتیاج داریم که نقاط ضعف ما را جبران کند و بر نقاط قوه ما بیفزاید. این شخص زمان یک نفر و زمان یک گروه است که هر کدام از آنها استعدادها و توانمندی‌های بالقوه خود را روی میز می‌گذارد. خانواده شما معمولاً شبکه حمایت شماست. من به شما توصیه می‌کنم به صحبت‌های خانواده‌تان گوش دهید. کمک آنها را قبول کنید و آنها را از خود فراری ندهید. من و جانی در زیرزمین تاریک و دلگیر خانه پدر و مادر جانی در لندن کارمان را شروع کردیم. جوان بودن و آزادی داشتن در قلب شهر بسیار جالب بود. در آن زیرزمینی صدای موسیقی را بلند می کردیم. رفتار دانش آموزان را داشتیم، اما دانش آموزانی که نیاز به درس خواندن نداشتند ولی به تمام وجود کار می کردند. توانستم با اشخاص سرشناس مانند جیمز بولدین، ژان پل سارتر، جان لنون، میک جاگر، ونسا ردگر و دادلی مور مصاحبه کنم. از اعتماد به نفس فراوان برخوردار بودم. هرگز به ذهنم نمی رسید چرا این اشخاص پر آوازه باید مرا به خانه خود راه دهند و رو در رو با من حرف بزنند. اعتماد به نفس من تأثیرگذار بود، زیرا بسیار به مشکل اتفاق می افتاد کسی درخواست مصاحبه مرا نپذیرد. البته این را هم باید گفت که سال 1966 مانع‌های چندان بر سر راه ملاقات با اشخاص مشهور وجود نداشت. این اشخاص منشی نداشتند که در سالن انتظاری پیش روزنامه‌نویسان جوان را بگیرد و اجازه ملاقات با اشخاص مشهور را به آنها ندهد. اما بیشتر موفقیت من از آن رو بود که تلفن را بر می داشتم و نامه می نوشتم. مجله ما در مقایسه با بسیاری از مجله های پر اسم و رسمی اسامی بیشتری از اشخاص مشهور را در صفحه های خود داشت. در آن زیرزمینی به ما خوش می گذشت. اما با مشکلات جدی هم روبرو بودیم. ما می خواستیم گزارشگران خود را سری وقت حوادث جدی و مهم آن زمان مانند جنگ ویتنام و قحطی و گرسنگی در بیافرا بفرستیم، اما پولی نداشتیم. فکر کردیم چی می توانیم بکنیم. اگر برای سردبیران روزنامه ها نامه می نوشتیم و با آنها می گفتیم که یک جوان 16 ساله را برای تهیه گزارش
به محل حادثه میفرستیم، امکان داشت با ما در فرستادن خبرنگار همراه شوند. من با دیلی میرا تماس گرفتم و ماجرا را گفتم. آنها روی خوش نشان دادند و حاضر شدند هزینه‌های جولیان مینون که برای مجله ما کار میکرد در سفر به ویتنام را بپردازند. امروز جولیان برنده جایزه خبرنگاری 55 ساله است و برای ITN کار میکند. ما همین برنامه را هم برای تهیه گزارش از بیافرا اجرا کردیم. کاری که ما تحت تاثیر بیپولی انجام دادیم، شهرت و محبوبیت فراوان برایمان ایجاد کرد. ما در واقع بر این باور بودیم که شرایط را تغییر میدهیم، حرفای مهم میزنیم و توجه مردم را به مطلب‌ها و حوادث جلب میکنیم که در غیر این صورت نادیده انگاشته میشوند. اما هم موضوعها جنگ‌ها و گرسنگی‌ها بودند. ما مجله خود را با ترکیب از مسائل سیاسی و موسیقی راک نارل به بازار میفرستادیم تا مورد توجه دانشجویان و استودنت قرار گیرد. ما به این نتیجه رسیدیم که به لطف مصاحبه با اشخاص مانند جان لنون و میک یگر و دیگران مخاطبان بیشتری پیدا میکردیم. هرچند نام این اشخاص تضمین برای موفقیت راحت نبود. شهرت پیدا کردن آسان نبود. توان مالی برای تبلیغ را نداشتیم. بنابراین باید از حرفایی که درباره ما میزدند و فروش مستقیم بهره میگرفتیم. من به سختی تلاش میکردم تا مجله شهرت و محبوبیت بیشتری پیدا کند. این گونه به فروش ما افزوده می شود. بسیاری از روزنامه های بزرگ و معتبر مانند استودنت تلگرام و دایل تلگرام مطالب درباره ما می نوشتند و سازمان های بدون دریافت هزینه مجله را در نقاط مختلف و از جمله در دانشگاه ها به فروش می رسانیدند. دیلی تلگرام در یکی از شماره های خود نوشته که مجله استودنت به زودی به یکی از مجله های پرتیرش ترین مجله های کشور خواهد شد. این یک شهرت و محبوبیت عالی بود. به همین دلیل بخشی قابل ملاحظه از زندگی من صرف تبلیغ برای بالا بردن اسم و رسم خود و ویرجین شده است. تبلیغات، شهرت، بالاروی و غیرها هرچی اسمش را بگذارید مؤثر واقع می شود. حتی طبیعت و گلها، پرندگان و حتی سوسک‌ها امکان داده که خودشان را به نمایش بگذارند. در دنیا رقابتی فراوان وجود دارد. هر متاع را بخواهید بفروشید باید آن را اطلاع رسانی کنید. روزگار فروش دشوار مرا در شرایط مناسب قرار داد. من آموختم همین ما چیزی داریم که میخواهیم بفروشیم. یکی قطعه‌های غذا میفروشد و یکی استعدادهایش را برای خدمت عرضه میکند. تولید متاع و داشتن بهترین عقیده ها و نظرات اگر فقط در ذهن شما باقی بمانند یا در گوشه اتاق خوابتان انباشته شوند راه به جای نمیبرند. وقتی اولین 30,000 مجله از چاپ بیرون آمد با این حقیقت روبرو شدیم که هزینه چاپ را باید بپردازیم و پول احتیاج داشتیم. از دانش آموزان خواستم در ازای مبلغ پول مجله را برای ما بفروشند. شماری زیادی از دانشجویان به ما مراجعه کردند و هر کدام تعدادی قابل ملاحظه مجله خریدند تا در آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها آنها را تک فروشی کنند. مجله را به شکل عمده به نیمبها به آنها تحویل می‌دادیم. آنها مجله ها را می‌فروختند و سهم خودشان را برمی‌داشتند. ما دسته خوبی داشتیم. به هم نزدیک بودیم، می‌خواستیم دست به کار شویم و کمک کنیم. حتی در روزهای انتشار افراد خانواده‌مان به کمک می‌آمدند تا ما نشریه چاپ شده را به فروش برسانیم. اشتیاق و روحی آنها گرمابخش دلهای ما بود. مادرم تعداد زیادی مجله را برای فروختن با هاید پارک محل اعراض سخنرانی می‌برد و آنها را می‌فروخت. خواهرم لیندی و من در خیابان آکسفورد راه می‌رفتیم و مجله می‌فروختیم. من پر از انرژی بودم. در آن شهری بزرگ با آن همه سابقه‌های تاریخی احساس می‌کردم به هر چیزی می‌توانم دست یابم. می‌خواستم تجربه‌های مختلف کنم. می‌خواستم به دنیا کمک کنم تا به مکان بهتر و مهربان‌تر تبدیل شود. در آن روزگار که باید صورت حساب‌های کار سنگین را می‌پرداختیم،
در شرایط فروش سطح پایین برای پرداخت خزینه آگاهی تجارتی کمپول بودیم. بیشتر گرسنه بودیم. پرداخت مبلغ تلفن برایمان دشوار بود، اما اهمیتی نداشت. مادر با مقدار قابل توجه غذا به سر ما می آمد و در حالی که از زینه‌های زیرزمینی پایین می آمد با صدای بلند فریاد می کشید: هلال احمر! من و جانی و هر کسی که آنجا به ما کمک می کرد به غذا حمله می کردیم. یک بار مادر گردنبندی را در خیابان پیدا کرد و آن را به ایستگاه پلیس برد و تحویل داد. بعد وقتی صاحبی گردنبند پیدا نشد، آن را به مادرم پس دادن و مادرم که می دانست چقدر حالت وزین به سر می بریم آن را به قیمت 100 فون فروخت و مبلغ دریافت شده را به ما داد تا از آن برای پرداخت قرضایمان استفاده کنیم. هر بار فرصتی غنیمت دست می داد از آن به فایده خود استفاده می کردیم. وقتی مسلم شد که مجله ما به مرحله بلند رسیدن، به جای قبول آن به راه بیشتر برای کسب درآمد روی آوردیم. هدف ما این بود که فروشگاه‌های دایر کنیم، اما به اندازه کافی پول نداشتیم. از طریق پشته اقدام به ارسال مجله کردیم. در همین زمان مردی را پیدا کردیم که در خیابان آکسفورد یک کفش فروشی داشت. با او صحبت کردیم تا به ما اجازه دهد از فضای خالی کفش فروشیش استفاده کنیم و مجله های خود را بفروشیم. به نام احتیاج داشتیم و این گونه ویرجین متولد شد. من با توجه به درسایی که از مجله استودنت گرفته بودم برای معرفی اولین صفحه فروشی خیابان آکسفورد تلاشی فراوان کردم. در فروشگاه جای را تخصیص دادیم که خریداران قبل از خرید صفحه بتوانند به صدای آن گوش دهند. خریداران جوان دوستانشان را در جریان این فروشگاه گذاشتند. دیری نگذشته که یک فروشگاه به 2 و بعد به 3 فروشگاه تبدیل شد. ما دنبال فضاهای مناسب در خیابانها مشغول می گشتیم و اصرار داشتیم در 3 ماه اول فعالیت اجاره ندهیم. کمی بعد در هر شهر بریتانیا یک فروشگاهی سیف فروشی ویرجین دایر کردیم و من هنوز زیر 20 سال بودم. پول نقدی فراوان به دست می آوردیم، اما به نظر می رسید صورت هزینه ما از آن هم بالاتر است. ما تا به اینجا به هدف خود رسیده بودیم و با این حال من هدفهای بزرگتر در سر داشتم. به تدریج و طی زمان بر آنها رسیدم. من معتقدم باید زندگی غنی داشت. سال 1984 تد تولمن کشتیساز از من خواست سرپرست تولید کشتیش شوم که دوباره بتواند جایزه بلوی ریبن را نصیب بریتانیا کند. بلافاصله متوقف کردم. بلوی ریبن جایزه بود که به کشتی تعلق می گرفت که بتواند فاصله امریکا تا ایرلند را سریعتر از دیگر کشتی ها طی کند. کشتی ویرجین اتلانتیک چلگنز به بزرگی کشتی امریکایی 52,000 تانگی با 240,000 اسب بخارای SS ایالات متحده نبود. کشتی ما سبک وزن بود. درازی آن 65 فوت بود و 2000 اسب بخاری نیرو داشت. اما هرگز در جای نوشته نشده بود که ما نتوانیم جایزه را برنده شویم. تنها لازمی برنده شدن این بود که کشتی بتواند مسافر حمل کند. من خوشحال شدم که از من خواستن یکی از 4 ملاح کشتی باشم. اما مشکلی کوچک وجود داشت. همسرم جوان 8 ماه باردار بود و من به او قول داده بودم هنگام تولدش حضور داشته باشم. به تقویم نگاه کردم. به نظر می رسید که می توانم به موقع در خانه باشم. اما طوفان سبب شد سفر ما در نیویورک 3 هفته به تأخیر بیفتد. وقتی اعلام شد هوا برای حرکت کشتی مناسب است، احساس کردم که به موقع برای تولد همسرم نمی رسم. وقتی که فرزند نخستین ما خالی تولد شد، من در نزد همسرم جان بودم. تأثیراتی که من هیچگاه فراموش نخواهم کرد. از این رو من می دانستم که حضور من برای هر دوی ما تا چه اندازه مهم است. با او زنگ زدم و پرسیدم چی باید بکنم. همسرم بدون تردید جواب داد که کشتی را ترک نکنم و مشکلاتش تا 2 هفته دیگر صورت نمی گیرد و به موقع می رسم. امیدوار بودم که همسرم گرفتار خوشبینی بیش از اندازه نشده باشد.
با ویرجین اتلانتیک چلنجر ساحل امریکا را ترک کردیم. پایین روزی اولی سفر از رادیو خبر گرفتم که پسرم سم متولد شده است. نتوانسته بودم به قولم وفا کنم، اما خوشبختانه فرزندمون سالم بود. با کارکنان کشتی جشن گرفتیم. ما در عبور از اقیانوس به راحتی جزیره را از آن خود می‌کردیم، اما در فاصله چند صد میل ایرلندیا با طوفان سنگین روبرو شدیم. کشتی روی آب به بالا و پایین پرتاب می شود. هر کس در جای خود نشسته بود. جایی را نمی دیدم. وقتی به فاصله 60 میل جزیره های سیلی رسیدیم و جایزه تقریبا در دستای ما بود، با یک موج سنگین برخورد کردیم. لحظه بعد پیت داونی مهندس کشتی فریاد می کشید: در آب فرو می رویم. هر چی زودتر کشتی را ترک کنید. چی بلیت، یکی دیگر از خدم کشتی، با گیرنده رادیو صحبت میکرد: ویرجین چلنجر غرق میشود. کشتی را ترک میکنیم. تکرار میکنم، کشتی را ترک میکنیم. چند ثانیه بعد کشتی شروع به فرو رفتن کرد. در کشتی چند قیق بادی نجات داشتیم که آنها را باد کردیم. من پشت دستگاه رادیو نشسته بودم و شرایطمان را اطلاع رسانی میکردم. از آن طرف به من گفتند که یک کشتی، یک چرخبال و یک هواپیما به سمت ما در حرکت هستند. سرانجام یک کشتی بادی که به سمت کریب می رفت ما را نجات داد. ما از روی قیق نجات سوار کشتی شدیم. ما در اولین تلاش خود نتوانستیم جایزه بلو ریبان را نصیب خود کنیم، اما تسلیم نشدیم. سالی بعد با ویرجین اتلانتیک چلنجر به صحنه رقابت بازگشتیم. کشتی جدید 75 فوت درازی داشت. مطمئن بودیم که این کشتی بهتر از کشتی قلبی میتواند با هوای نامساعد برخورد کند. ما بندر نیویورک را در یک صبح آفتابی ماه ایون ترک کرده به سمت شاتلندیای نو می رفتیم. سرعت بیشتر در مسیر شرق به مراتب بیش از آن بود که انتظارش را داشتیم. روز دوم سطح ادرنالین که در خونمون جوش می زد پس شدن گرفت. به شدت بالا و پایین می رفتیم. محرک‌هایمان مشکلی پیدا کردند و از کار افتادند. ایکی راستیک مهندس جدید کشتی به محرک خانه رفت تا علت بروز مشکلی در محرک را پیدا کند و چند دقیقه بعد وحشت زده برگشت. فیلترهای سوزشواری پر از آب شده بودند. مصیبت بزرگی بود. اصلا معلوم نبود چگونه آب با سوزشواری در هم شده، اما فرصت برای نگران شدن نداشتیم. جدا کردن آب از دیزل غیر امکان بود. باید 4 بکی سوزشواری را تمام می‌کردیم و دوباره شروع می‌کردیم. توانستیم محرک‌ها را به کار اندازیم، اما دوباره از کار افتادند. طول 7 ساعت بود که ما با کشتی پر از سوزشواری روی آب بالا و پایین می‌رفتیم. مسابقه کم کم از دست می‌رفت. طغیان آب به مراتب افزایش می‌یافت. کشتی دستخوش امواج شده بود. همه ما حال به هم خوردگی پیدا کرده بودیم. چی دهانش را به گوش من نزدیک کرده و گفت: بیفایده است ریچارد، خیلی متاسفم. میدانستم اگر در این تلاش شکست بخوریم زمان سومی وجود نخواهد داشت. باید به راهمان ادامه میدادیم. باید آنها را متقاعد میکردم: سعی کنید محرک را به حرکت درآورید تا ببینیم تا کجا میتوانیم برویم. بار دیگر عزممون را جزم کردیم و دست به کار شدیم. از قیق سوزشوارگیری دور گرفتیم. محرک‌ها جواب دادند و روشن شدند و علیرغم مشکلات به حرکت درآمدند. به سومین کشتی سوزشوارگیری رسیدیم و با بکی پر و مقدار غذا به مرحله سوم سفرمان رسیدیم. به جای رسیدیم که کشتی قبلی ما غرق شده بود. جملگی فریادی از خوشحالی کشیدیم. پس از عبور 5 میل بعد از جزیره‌های چیلی چرخبال‌ها و لحظه‌های بعد صدها قیق برای خوشامدگویی به ما نزدیک شدند. کل سفری ما 3 روز و 8 ساعت و 31 دقیقه به طول انجامیده بود. ما 2 ساعت و 9 دقیقه رکورد بلوی ریبان را شکسته بودیم. ما موفق شده بودیم. درسی که من از این حادثه گرفتم این بود که به تلاش خود ادامه دهم و هرگز تسلیم نشوم. روزی بعد از دریافت جایزه بلو ریبان، یک شویتسایی به نام پر لینستران به من زنگ زد و گفت: اگر فکر کردی عبور از اتلانتیک به وسیله کشتی خیلی چشمگیر است، دوباره فکر کن.
من قرار است بزرگترین کره هوایی گرم دنیا را بسازم و میخوام آن را در فاصله 30,000 فوت از روی اقیانوس اتلانتیک عبور دهم. آیا میخواهی به من بپیوندی؟ به یاد قهرمان گذشتم کاپیتان اسکات افتادم. به یادم آمد که او چگونه با کره هوایی بر فضای قطب جنوب پرواز کرده بود. تا آن زمان کسی از اتلانتیک با کره هوایی عبور نکرده بود. من هرگز سوار یک کره هوایی نشده بودم. دیوانگی بود. بیش از اندازه خطرناک بود. تا آن زمان شرکت‌های من صدها میلیون پوند ارزش داشتند. اگر می‌مردم چه اتفاقی می‌افتاد؟ در حالی که به پیر گوش می‌دادم که برنامه‌هایش را شرح می‌داد و می‌گفت چرا موفق می‌شود، این افکار به ذهنم خطور می‌کردند. دلیل‌های عاقلانه فراوان وجود داشتند که می‌گفتند من نباید این پیشنهاد را بپذیرم، اما فقط یک عامل وجود داشت که مرا به قبول این اقدام تشویق می‌کرد. من هرگز نمی‌توانستم در برابر حرکت‌ها مقاومت کنم. اما قبلا درباره پیر لیندنستام شنیده بودم و می‌دانستم که او در زمینه پرواز با کره هوایی چندین رکورد دارد و از جمله این که توانسته در بالاترین ارتفاع از سطح دریا پرواز کند. به نظر می رسید که او می داند درباره چی صحبت می کند. با او گفتم من از علم این کار به اطلاعم، اما اگر به این سوالم جواب دهی با تو می آیم. پیر گفت البته و بعد منتظر سوال ماند. آیا تو فرزند داری؟ بله، تو فرزند دارم. تصمیم گرفتم با او هم سفر شوم و این را با او گفتم. من همیشه به اشخاص می گویم که اگر می خواهند کار را به خوبی انجام دهند باید برنامه داشته باشند و آمادگی کافی ببینند. من برای بردن جایزه بلو ریبن به شدت تمرین کرده بودم و حالا می دانستم برای سفر به کره هوایی هم به تمرین و رسیدن به آمادگی احتیاج دارم. کاری پیر ریسک بود. اگر در دریا کشتی شما غرق شود، شانسی آن وجود دارد که کسی شما را نجات دهد، اما کار کره هوایی قابلاً پیش بینی نیست. معلوم نیست باد از کدام جهت می وزد و معلوم نیست با چه سرعتی به سمت زمین فرود می آید. در مقایسه با رکوردهای قبلی این بار باید 5 برابر بیشتر پرواز می کردیم. باید به ارتفاعی بالاتر می رسیدیم و 3 برابر دفعه‌های قبلی در هوا باقی می ماندیم. با عنوان قدم اول باید پرواز با کره هوایی را یاد می گرفتم. از این رو به اتفاق پیر و رابین بچلر مربیم به اسپانیا رفتیم. من آموختم چگونه با کره هوایی پرواز کنم. این درس زندگی مرا نجات داد. تا وقت سوار یک کره استراسفری نشده باشد نمیفهمید با دیگر کره‌های هوایی که در آگاهی‌های تبلیغاتی نشان می‌دهند چه تفاوتی دارد. به این مانند که یک دوچرخه را با یک اتوبوس مقایسه کنید. بالونی پر شده از هلیوم میتواند چندین روز در هوا باقی بماند. از پیر سوالات مختلف کردم و او به سوال من جواب داد. جوابهایش همه محکم و علمی بودند و برای خاطر جمعی من افزودند. من به این نتیجه رسیدم که اگر کسی بتواند موفق شود، آن شخص ما خواهیم بود. از آنجا که بادها و جریانات تند از امریکا به سمت اروپا میزند، صبح یک روز امریکا را ترک کردیم. 29 ساعت بعد در ایرلندیا بودیم. ما اولین کسانی بودیم که در یک کره هوایی گرم از اقیانوس اتلانتیک عبور کردیم. سرعت فوق‌العاده زیاد پرواز ما را با شرایط غیر منتظره روبرو کرد. ما هنوز 3 بگ گاز داشتیم که به بدن کپسول متصل بودند. تصمیم گرفتیم بالاروی را کم کنیم و سوزشواری را در یک زمین خالی کنیم و بعد به طور کنترل شده فرود آییم. پیر به آرامی ارتفاع کم کرد به طوری که توانستیم ببینیم کجا می توانیم بگ‌های سوزشواری را از کره هوایی دور کنیم. اما وقتی به زمین نزدیک شدیم، وزش باد به شکل غیر منتظره شدید شد. به سرعت ارتفاع کم می کردیم. با پرتاب بگ‌های سوزشواری کنترلمان را از دست دادیم. بالون مانند یک راکت به سمت بالا به حرکت درآمد. در این زمان حاشیه دریا را دیدیم و پیر هوای داغ را تخلیه کرد تا از ارتفاع ما بکاهد، اما سرعت باد در روی زمین بیش از حدی بود که تصور کرده بودیم.
باد ما را به سمت دریا به حرکت درآورد. به سمت شمال شرقی در حرکت بودیم. بدون رادیو و برق در کپسول بیش از هر زمان دستخوش و در اختیار باد بودیم. پر گفت محکم بشی. بعد هوای بیشتری را از کره هوایی تخلیه کرد تا سرعتمان کمتر شود و با سرعتی کمتری از میان ابرها با زمین فاصله کم کنیم. وقتی سرانجام از ما بیرون آمدیم، چشمم به آبهای کف آلوده دریا افتاد که به استقبال ما آمده بودند. از ساحل فاصله گرفته بودیم، به دریا برخورد کردیم. بلان ما روی آب کج شده بود. امکانی راست و قائم ایستادن را نداشتیم. بلان ما را روی آب اقیانوس میکشاند. با برخورد به هر موج بالا و پایین میرفتیم. پر با فریاد به من گفت به بیرون رو ریچارد، مجبوریم کره هوایی را ترک کنیم. بعد پر دری خروجی کره هوایی را باز کرد و از کره هوایی با داخل آب پرید. فریاد کشیدم که جامعه محافظتیت کجاست، اما او متوجه حرفی من نشد. به ذهنم رسید که پر خودش را به کشتن داده است. فاصله او تا سطح آب اقیانوس وقتی جهش کرد دستی کم 100 فوت بود. حالا با نبودن وزن پر در کره هوایی، کره دوباره بالا رفت. من تنها بودم. من از سطح دریا فاصله گرفتم و دوباره به ابرها رسیدم. باد مرا به سمت شمال و به طرف شاتلندیا می برد. من تنها در بزرگترین کره هوایی که تا به حال ساخته شده بود نشسته بودم. بیش از 1 ساعت سوزشواری نداشتم. وقتی این سوزشواری تمام می شود، کره هوایی کپسولی سنگین و من همراه با آنها به دریا سقوط می کردیم. رادیو را امتحان کردم اما کار نمی کرد. 2 گزینه خطرناک داشتم و نمی توانستم کدام را انتخاب کنم. یا باید به چتر نجات به بیرون می پریدم یا در کره هوایی باقی می ماندم. به نظر می رسید که این جای خفناک جان سالم به در نخواهم برد. دفترچه یادداشتم را برداشتم و در آن نوشتم: جوان، هالی، سم، من شما را دوست می دارم. ناگهان خوشبینی دیرینه و عزم و اراده مستحکمم بر من چیره شد. من در چی فکری بودم؟ آیا بدون مبارزه می خواستم تسلیم شوم؟ به خود گفتم تا زمانی که زنده هستی نباید دست از تلاش برداری، باید کار کنی بدون که اتفاقی می افتد. وقتی سوزشواری کره هوایی تمام شد، کره هوایی از میان ابرهای پرحجم به سمت پایین به حرکت درآمد. روی آب چشمم به یک چرخبال افتاد. ظاهراً مرا جستجو میکرد. وقتی سرنشینان چرخبال علامت دادند که مرا دیدن، دانستم نجات یافتم. وقتی به امواج نزدیک شدم به دریا پریدم و از کره هوایی فاصله گرفتم. بلان حالا بدون وزن من بار دیگر به هوا بلند شد و بعد از نظر پنهان گردید. دستی کم از این خوشحال بودم که کره هوایی روی سری من سقوط نکرد. چرخبال مرا از میان آبهای به شدت سرد دریا بیرون کشید. به محض این که حاشیه امنیتی پیدا کردم، درباره پر سوال کردم. آنها گیج و محبوط نگاه هم کردند. فکر میکردیم همراه توست. باید او را به سرعت پیدا میکردیم. آخرین وضعیت او را با مأموران در چرخبال در میان گذاشتم. پر قبل از این که در اثر سرما بمیرد نجات داده شد. این سفر تجربی بزرگ بود که از آن درس‌های فراوان آموختم که اگر می‌خواهید کار بکنید فوراً باید دست به کار شوید و برای هر کاری که می‌کنید باید آمادگی ببینید. به خودتان ایمان داشته باشید، به یکدیگر کمک کنید و از همه مهمتر هرگز تسلیم نشوید. می‌توانید از همین این درس‌ها در زندگی استفاده کنید. مجبور نیست تجارت کلان داشته باشید. با کره هوایی سفر کنید یا با کشتی رکورد سرعت را بشکنید تا درس‌هایی را که من آموختم بیاموزید. هدف شما میتواند کوچک باشد. مجله استودنت در شروع کوچک بود، اما من در آن موفق شدم، زیرا میدانستم که میتوانم موفق شوم. اگر واقعاً میخواهید کاری را انجام دهید، این کار را بکنید تا زمانی که ترس را رها نکنید و به پرواز در نیایید، هرگز موفق نخواهید شد.